سلام بچه ها، فیلسوفانی که در اپیزودهای گذشته به آنها نگاه کردیم اگرچه در تمام فلسفه های بعدی بسیار تاثیرگذار بودند، سیستم های کاملی از فلسفه برای ارائه نداشتند. آنها سرنخها، ایده های فردی، مشاهدات، استدلال های خاص داشتند و البته اینها توسط بسیاری از فیلسوفان بعدی پذیرفته شد. اما این پیش سقراطیان اولیه هنوز هیچ رویکرد قطعی، سیستماتیک و همه جانبه‌ای به فلسفه نداشتند. در این قسمت و دو قسمت بعدی اولین رویکردهای واقعا توسعه یافته، کار شده و سیستماتیک فلسفه را بررسی می‌کنیم. اولین تلاش برای سیستم‌های کامل یا حداقل رویکردهای کلی به فلسفه. ما قصد داریم به 3 نوع فلسفه نگاه کنیم که در یونان فرموله شد و تا به امروز با لشکری از حامیان دوام آورده‌اند. این 3 نوع عبارتند از ماتریالیسم یا ماتریالیسم، شک‌گرایی یا اسکپتیسیزم، آرمانگرایی یا ایدئالیسم یا همون ایدئالیسم. و من در ابتدا چند کلمه را برای تعریف هر یک از این 3 رویکرد اساسی بیان می‌کنم. ماتریالیسم یک اصطلاح فنی در متافیزیک است. این به معنای سرگرمی با پول یا رابطه جنسی نیست. این دیدگاه است که واقعیت اساساً ماده‌ای در حرکت است و اینکه همه پدیده‌های به اصطلاح غیر مادی یا ذهنی باید به طور کامل در شرایط فیزیکی و مادی توضیح داده شوند. شک‌گرایی دیدگاهی است که بر اساس آن هیچ شناخت عینی یا قطعی از چیزی توسط کسی ممکن نیست. به عبارت دیگر، آنچه ما آن را دانش یا شناخت می‌نامیم در واقع یک حدس، یک حس ذهنی، یک احتمال یا هر چیزی است که شما می‌خواهید آن را بنامید، اما دانش یا شناخت واقعی نیست. ایدئالیسم یک اصطلاح فنی در فلسفه است. این به معنای ارادت به خیر نیست. این دیدگاه باز هم از متافیزیک هستش و مفهومش اینه که واقعیت اساساً غیر مادی است و اینکه جهان مادی یک اصل اولیه غیر قابل تقلیل نیست، بلکه در واقع صرفاً یک محصول جانبی یا بیان چیزی اساسی تر هستش، چیزی که ماهیت غیر مادی دارد. اکنون برای ثبت یادآوری میکنم که این 3 رویکرد تنها رویکردهای ممکن به فلسفه نیستند. مثلا ارسطو یکی از آنها نیست و عینیت‌گرایی هم یکی از آنها نیستش، اما در مورد آن بعداً بیشتر خواهیم گفت. اکنون همه این 3 موردی که در این قسمت و 2 قسمت بعدی میخواهیم به آنها نگاه کنیم مشتقات مختلفی از فیلسوفان اولیه‌ای هستند که در اپیزودهای قبلی به آنها نگاه کردیم و بررسی کردیم. به گونه‌ای میتوان گفت که ماتریالیسم از دیدگاه تالس که همه چیز آب است دلالت میکند، زیرا آب شکلی از ماده است. اگرچه تالس برای درک مفاهیم ماتریالیستی بیانیه‌اش خیلی زود بود و بسیار مشکوک است که اگر متوجه میشد که در بیانیه‌اش ماتریالیسم وجود دارد اون را میپذیرفت. ولی خب به هر حال سخنگویان اصلی یونانی ماتریالیسم اتمیست ها هستند و این اولین مدرسه است که در این قسمت به آن نگاه میکنیم. شک‌گرایی در درجه اول مشتق از هراکلیتوس است. شاگردش کراتیلوس رو به خاطر میآورد که کلاً صحبت کردن رو متوقف کرد، به این دلیل که چیزی برای رجوع به مفاهیم وجود ندارد و نماینده اصلی آن مکتب سوفیست ها هستند. بهشون میگفتن سوفیستس. آنها آخرین مدرسه پیشا افلاطونی هستند. من آنها رو دیگر پیشا سقراطی نمی نامم، زیرا آنها با سقراط در قرن 5 قبل از میلاد معاصر هستند. و آخریش ایدئالیسم در یونان اساساً مشتق شده از دیدگاه فیثاغورسی است، با تقویت یا کمک زیادی از پارمنیدس و هراکلیتوس. و البته نماینده اصلی آن افلاطون که توسط برخی پیشنهادات سقراط هم به او کمک شده است. اکنون از میان این 3 جنبش یا رویکرد در ابتدا باید بگویم ایدئالیسم افلاطون در جهان باستان، در جهان قرون وسطی، در جهان مدرن و در قرن 20 به طور غیر قابل مقایسه تاثیرگذارتر از ماتریالیسم و یا شک‌گرایی یا جفتشون با همدیگه بوده. در واقع یکی از جذابیت‌های بزرگی که افلاطون به پیروان خود ارائه می‌دهد و تا به امروز انجام می‌دهد این بود که رویکرد او به فلسفه
آنها را قادر ساخت تا از رویکردهای ماتریالیستی یا شک‌گرایانه فرار کنند. پلورالیستس یا همون تکثرگرایان. و اکنون بیایید ابتدا به ماتریالیست ها یا همون اتمیست ها که در یونان به دلیل نامیده می شدن بپردازیم. ما قبلا در مورد مشکلی بحث کردیم که توسط معضل یا همون دوراهی هراکلیتی پارمنیدیسی مطرح شد. هراکلیتوس میگفت همه چیز در حال تغییر است و این تنها چیزی است که وجود دارد. پارمنیدیس میگفت هیچ تغییری وجود ندارد اما تنها یک بی حرکت وجود دارد. و ما تلاش فیثاغورسی‌ها رو برای حل مسئله با فرض دو جهان هم دیدیم. یکی که جریان ثابت است، این جهانی که ما تجربه میکنیم و این باید از نظر آنها هراکلیتوس را راضی کند، و یکی که تغییر ناپذیر است، جهان اعداد، که باید پارمنیدیس را راضی کند. بنابراین تلاش شد تا این دو دیدگاه با یکدیگر تلفیق و هماهنگ شوند. اکنون اتمیستان نتیجه یک نوع تلاش بسیار متفاوت برای آشتی دادن یا تلفیق دادن پارمنیدیس و هراکلیتوس هستند. به عبارت دیگر تلاشی بسیار متفاوت از فیثاغورسی‌ها. اتمیست‌ها به یک رویکرد کلی تعلق دارند که پلورالیسم یا تکثرگرایی نامیده می شود و من چند لحظه دیگر پلورالیسم را توضیح خواهم داد. پلورالیست ها یا تکثرگرایان گروهی از فیلسوفان بودند که با عناصر پارمنیدیس و عناصر هراکلیتوس به شرح زیر موافق بودند. پلورالیست ها با پارمنیدیس موافق بودند که چیزهایی که واقعیت را می سازند باید آفریده نشده، نابود نشدنی، ابدی و تغییر ناپذیر باشند. آنها کاملا موافق بودند که نمیتوان آنچه هست را به آنچه نیست تبدیل کرد یا برعکس. آنچه نیست وجود ندارد، یا به عبارت دیگر آنها توافق کردند که هیچ چیز جدیدی هرگز نمیتواند به وجود بیاید یا از بین برود. اما آنها همچنین با هراکلیتوس موافق بودند که چیزی مانند تغییر، فرایند، عمل، حرکت یا همون بیکامینگ هراکلیتوس که ترجمهش میشد شدن وجود دارد و آنها این را صرفاً یک واقعیت غیرقابل انکار میدانستند. سوال این بود که چگونه میتوان این دو دیدگاه را با هم تطبیق داد و به این ایده رسیدند. گفتن اگر مونیزم را کنار بگذاریم چه؟ حالا مونیزم یادتون باشه دیدگاهی بود که در قسمت تالس معرفی کردم. مونیزم این دیدگاه است که تنها یک چیز جهانی وجود دارد. به عنوان مثال همه چیز از آب یا هوا یا تغییر ساخته شده است. فرض کنید ما مونیزم را کنار میگذاریم و اگر به جای آن بگوییم مواد مختلفی وجود دارد که جهان را تشکیل میدهند چه؟ و البته نام پلورالیسم از ایده خیلی چیزها می آید. آنها با خود گفتند به هر یک از این چیزها به خودی خود تمام خصوصیات پارمنیدی را اعطا کنید. بنابراین که هر یک از آنها به خودی خود تغییر ناپذیر، ابدی، نابود نشدنی، مانند یک جهان کوچک پارمنیدیسی است. اما آنها گفتند تنها چیزی که ما به این مواد اجازه می دهیم این است که در فضا حرکت کنند. همین. ما به آنها اجازه می دهیم موضع خود را تغییر دهند. ما به تحرک یا همون نقل و انتقال یا کلمه انگلیسیش لوکوموشن اجازه می دهیم. لوکوموشن تنها نوع تغییر مجاز است. بنابراین ما اجازه هیچ گونه تغییر داخلی در مواد را نخواهیم داد. هیچ تغییری در ویژگی‌های فردی آنها وجود ندارد. آنها استدلال می‌کنند که تحرک یا همون لوکوموشن اصل پارمنیدیس را نقض نمی‌کند. زیرا برای به وجود آمدن یا از بین رفتن چیز جدیدی نیازی ندارد. لوکوموشن صرفاً شامل بازآرایی موادی است که همیشه وجود دارند. همانطور که آنها میگویند لوکوموشن یک اختلاط و عدم اختلاط دائمی یا همون میکسینگ و آن میکسینگ مواد در آرایش‌های مختلف است.
بنابراین هرگز موردی نخواهیم داشت که آنچه هست به آنچه نیست تبدیل شود یا برعکس. پس می توانیم هر نوع دیگری از تغییر را منحصراً به عنوان یک فرایند تغییر موقعیت و در نتیجه تغییر آرایش‌های این مواد تغییر ناپذیر توضیح دهیم. اگر می‌خواهید این گونه به آن فکر کنید: ما یک پارمنیدس را می‌گیریم و آن را به یک دسته چیزهای کوچک جداگانه خرد می‌کنیم و ما تغییرات، رشد، شدن و توسعه را صرفاً به عنوان یک فرایند توضیح خواهیم داد که در آن این مواد ابدی دائما در اطراف جابجا می‌شوند و خود را بازآرایی می‌کنند. بنابراین ما نیازی به ارجاع به عدم به عنوان آغاز یا پایان فرایند تغییر نخواهیم داشت. و نکته کلیدی این است که هیچ چیز جدیدی هرگز به وجود نمی آید. خب البته سوال این بود که این مواد بسیار چیست؟ تکثرگرایان یا پلورالیست های اولیه در درجه اول مورد توجه تاریخی قرار دارند. اولین مشوق این رویکرد مردی به نام امپریکلیس یا امپریکلس که از 490 تا 435 قبل از میلاد بود هستش و او در مفهوم خود از آنچه مواد هستند چندان اصالت و اوریجینالیتی نداشت. او فقط چیزهای جهانی مختلف پیشینیان خود را برداشت و آنها را در یک ایده ترکیب کرد. پس گفت چیزها 4 نوع اساسی است. به قول خودش 4 ریشه: خاک، هوا، آب و آتش. و هر چیز دیگر صرفاً ترکیب و بازآرایی این 4 بود. اینم از امپریکلس. اکنون او جانشینی به نام اناکساگورس یا آناکساگوراس متولد حدود 500 قبل از میلاد داشت که با امپریکلس مخالف بود. آناکساگوراس نیز یک تکثرگرا بود، اما او چنین استدلال کرد. او در واقع به امپریکلس گفت: شما میگویید قرار نیست چیز جدیدی به وجود بیاید. شما در فلسفه خود میگویید هرگز آنچه نیست به آنچه هست تبدیل نمی شود. اما تا آنجا که از دیدگاه شما میتوانم بگویم، شما همیشه اصل اساسی پارمنیدس را زیر پا میگذارید. نقل قول بسته؟ خب به عنوان مثال گوجه فرنگی و موز و گچ و گوشت و مور و اینا رو در نظر بگیرید. حالا شما میگویید که این چیزها زمانی شکل میگیرند که زمین، هوا و غیره با هم ترکیب شوند. اما با این حال همه این چیزهایی که گفتم با خاک و هوا و آب و آتش فرق دارند. کیفیت‌های متفاوتی دارند. طعم‌ها و رنگ‌های متفاوت و صداهای متفاوت و بوهای متفاوت دارند. بنابراین چیز جدیدی در واقع در حال به وجود آمدن است. زمانی که تغییرات گوناگونی رخ می‌دهد، طعم موز به وجود می‌آید و پس از متلاشی شدن یا از بین رفتنش این طعمش از وجود خارج میشه و غیره. آناکساگوراس گفت ما باید در اینجا واقعا نامتناقض باشیم. اگر که واقعا قرار است کیفیت جدیدی در واقعیت وجود نداشته باشد که تو پرانتز اصل اساسی پارمنیدسه، باید بیش از 4 چیز وجود داشته باشد. باید تعداد نامحدودی از مواد وجود داشته باشند. باید به همون اندازه مواد مختلف وجود داشته باشد که انواع مختلف چیزها وجود دارد. نقل قولش بسته شد. باید گوجه فرنگی با ویژگی‌های متمایزش و مواد موز، مواد گوشت و مو و تنباکو با ویژگی‌های متمایز خودشون وجود داشته باشند و هر یک از اینها باید به عنوان تقلیل ناپذیر و غیر قابل توزیع از نظر هر چیز دیگری تلقی شوند به عنوان یک عنصر اساسی واقعیت. حالا آناکساگوراس گفت باید این دیدگاه رو در نظر بگیریم و بگوییم که تکه‌های کوچک همین مواد در همه چیز وجود دارد. به قول او دانه‌های کوچک little seeds. ممکن است بگویید خب اما وقتی به موهای کسی نگاه می‌کنم چیزهای موز و مواد گوجه فرنگی را نمی‌بینم. و البته پاسخ این است که فقط دانه‌های کوچک آنجا هستند و حواس شما برای تشخیص آنها خیلی بد و زمخته. حواس شما رو فریب میده. شما فقط چیزهای درشت و غالب رو می‌بینید. اما فرض کنید که دانه‌های کوچک همه چیز در همه چیز بود. سپس او میگوید تغییر در واقع فقط یک بازآرایی خواهد بود و هیچ چیز جدیدی هرگز به وجود نخواهد آمد. به عنوان مثال اگر چوب را بسوزانیم و آن را به خاکستر تبدیل کنیم، خب کیفیت جدیدی وجود نخواهد داشت، زیرا مواد خاکستر در ابتدا همیشه در چوب بودند و تنها چیزی که اتفاق می‌افتد این است که یک بازآرایی خاص باعث می‌شود ما بتوانیم مواد خاکستر را مشاهده کنیم و درک کنیم و به طور موقت مواد چوبی را که هنوز آنجا هستند پنهان می‌کند و به همین ترتیب برای همه تغییرات این اتفاق می‌افتد. اگر بخوایم از اصل پارمنیدس پیروی کنیم، این تنها کاری است که باید انجام دهیم. از سوی دیگر این یک بنبست کامل بود از وظیفه‌ای که تالس بر عهده گرفت. این یک فروپاشی کامل بود زیرا تالس می‌خواست در میان تنوع وحدت پیدا کند. او می‌خواست یکی را در میان بسیاری بیابد
و در اینجا ما با تنوع مواجه میشویم، با بسیار به عنوان مطلقاً تقلیل ناپذیر و توضیح ناپذیر. با این حال به نظر میرسید که اگر میخواهید با پارمنیدس سازگار باشید، با پلورالیسم امپدوکلیس مطابقت دارد. در این مرحله اتمیست ها وارد صحنه میشوند. اکنون دو اتمیست معروف که اولی لوکیپس یا همون لوکیپوس حدوداً در قرن ششم قبل از میلاد میزیسته و تقریباً هیچ چیز از او در دست نیست و از این رو یکی از افراد بسیار مشهورتر دموکریتوس یا دموکریتوس هست که تا آنجا که میتوانیم بگوییم یک قرن کامل از 460 تا 360 قبل از میلاد زندگی کرده است. حالا این دو اتمیست هم تکثرگرا بودند. آنها موافق بودند که جهان از عناصر بسیاری تشکیل شده است که هر یک به تنهایی بسیار کوچکتر از آن است که بتوان آن را دید و این که تمام تغییرات صرفاً اختلاط و عدم اختلاط این عناصر بود. اما آنها گفتند که نظریه آناکساگوراس ناامید کننده است. پس برای رهایی از آن چه کنیم؟ خب آنها نظریه‌ای را ارائه کردند که قرار بود به طرز شگفت انگیزی تاثیرگذار باشد. آنها گفتند ما باید دو نوع ویژگی را که چیزهای فیزیکی دارند از هم تفکیک کنیم. دو نوع ویژگی اساساً متفاوت، کیفیت‌ها و کمیت‌ها. ویژگی‌های کیفی در مقابل ویژگی‌های کمی و ریاضی و عددی. اکنون در کیفیت‌ها مواردی مانند رنگ‌ها مثل قرمز، سبز، آبی و غیره، صداها مثل بلند، نرم و غیره، بوها، طعم‌ها، دما مثل گرم و سرد، بافت مثل زمخت و صاف رو شامل می‌شوند. اینها کیفیت‌ها هستند. کمیت‌ها ویژگی‌هایی هستند که از نظر ریاضی قابل اندازه‌گیری هستند و در اینجا شما تأثیر آشکار فیثاغورس رو می‌بینید. و کمیت‌ها شامل اندازه، مثلا مقدار دقیق امتداد یک ذره معین، شکل مثلثی و مستطیلی، حرکت یا عدم حرکت، آیا ثابت میسته یا در حال حرکته و اگر بله با چه سرعتی، و عدد، آیا یک چیز یا چند چیز تشکیل شده. اینها 4 دسته اصلی کمیت هستند: اندازه، شکل، حالت حرکت و تعداد. اکنون بر اساس این تمایز آنها گفتند که تنها یک راه برای برون رفت از معضل آناکساگوراس وجود دارد و آن حذف کیفیات از چیزهای موجود در جهان به طور کلی است. این که بگوییم اشیا در جهان فیزیکی در واقع فقط دارای ویژگی‌های کمی هستند. در واقع فقط اندازه، شکل، حرکت و تعداد دارند. زیرا همونطور که تازه تعریف کردن میگویند که اگر بگویید که کیفیت‌ها مانند رنگ‌ها، بو، طعم، دما واقعی هستند، پس دو انتخاب دارید و این یک فاجعه در هر دو جهت هستش. یا باید بگویید برخی از آنها واقعی هستند اما نه همه، و این در اصل دیدگاه امپدوکلیس هست که تو پرانتز بعضی از ویژگی‌ها واقعی هستند و بقیه نیستند، پرانتز بسته. اما سپس کیفیات دیگر ظهور می‌کنند، به وجود می‌آیند و از وجود خارج می‌شوند، تو پرانتز، و پارمنیدس آن را ممنوع کرده است، پرانتز بسته. در غیر این صورت باید بگویید همه کیفیت‌ها واقعی هستند، همه به یک اندازه اساسی و ابدی هستند و این موضع آناکساگوراس هست که ناامید کننده و بن‌بست. خب تنها جایگزین ما اگر بخوایم از بلاهایی که در گفتن برخی از کیفیت‌ها واقعی هستند یا همه کیفیت‌ها واقعی هستند فرار کنیم، این هستش که بگیم هیچ کیفیتی واقعی نیست. خواهیم گفت که واقعیت به خودی خود منحصراً کمی است. مواد مختلفی که واقعیت را به خودی خود می‌سازند فقط اندازه، شکل، حرکت و تعداد دارند. آنچه ما آن را کیفیت‌ها می‌نامیم به سادگی روشی است که آنچه در بیرون وجود دارد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها صرفاً تأثیرات ذهنی یا سابجکتیو بر انسان هستند، صرفاً به شکلی که چیزها برای ما ظاهر می‌شوند. و اتمیستا گفتن اگر ما این دیدگاه را داشته باشیم، اکنون می‌توانیم تغییر را بدون نقض پارمنیدس توضیح دهیم. وقتی چوب خاکستر می‌شود، هیچ کیفیت جدیدی در واقع رخ نمی‌دهد، زیرا در واقعیت اصلاً هیچ کیفیتی وجود ندارد. ظهور کیفیت‌های جدید به سادگی در ذهن ما اتفاق می‌افتد که در اصل فقط نتیجه بازآرایی‌های متفاوت ذرات صرفاً کمی در جهان است. بنابراین واقعیت شامل تعداد عظیمی، تو پرانتز در واقع نامتناهی، از مواد یا ذرات کوچک است که فقط این ویژگی‌های کمی را دارند. حال این ذرات رو چه می‌نامیم؟ خب هر یک از آنها مطلقاً پارمنیدسی هستند. این یک کوچک پارمنیدس است، کاملاً پر است. این یک پلنوم است.
اگر این اصطلاح پلنوم را به خاطر داشته باشید، کاملا پر است، هیچ سوراخ کوچکی در آن وجود ندارد. بنابراین اگر سعی می‌کردید نوک یک چاقو یا حتی یک سوزن را به یکی از این ذرات وارد کنید، نمی‌توانید این کار را انجام دهید، زیرا به طور جامد پر شده است، کاملا غیرقابل برش است. و از آنجایی که کلمه یونانی غیرقابل برش اتمه هستش، بنابراین ذرات کوچک اتم نامیده شدند. و بنابراین آنها این دیدگاه را داشتند که همه تغییرات چیزی جز تغییر فضایی موقعیت اتمی نیست و بنابراین نام اتمیست اکنون جایگزین تکثرگرایی شد، زیرا تکثرگرایان قدیمی بی‌اعتبار شدند. این در اصل به شکل پیچیده تکثرگرایی تبدیل شد. حال این سوال پیش میاد که چگونه یک اتم را از اتم دیگر متمایز میکنید؟ از آنجایی که همه آنها اصلا کیفیتی ندارند، چه چیزی یک اتم را اتم میکند و آن را از دیگری جدا میکند؟ و پاسخ این بود: خب باید بین آنها فضای خالی وجود داشته باشد، زیرا اگر فضای خالی وجود نداشته باشد، همه آن یک اتم فشرده بیش نیست، آنگاه همون یک اتم بزرگ خواهد بود. به عبارت دیگر ما به یک پارمنیدس باز خواهیم گشت. بنابراین در اطراف اتم ها باید فضاهای خالی بین آنها وجود داشته باشد و بنابراین آنها گفتند دو مؤلفه یا constituents وجود دارد که واقعیت را میسازد: اتم ها و خلا. خلا فضاهای خالی است که اتم ها را از هم جدا میکند. اکنون البته خلا نقض آشکار اصل پارمنیدس است. اگه یادتون باشه خلا یک آنچه نیست آشکار است که به عنوان یک مؤلفه واقعیت توسط اتمیست ها انتخاب شد. آنها سعی کردن با گفتن او نه این نقض پارمنیدس نیست و این حرفا سعی کردن اون رو دور بزنند. اتمیست ها گفتن که فقط دو نوع واقعیت وجود دارد: واقعیت پر و واقعیت خالی. اما اتمیست ها در اصل جواب این سوال رو پیچوندن و لایی کشیدن. بچه‌ها در هر صورت جهان اتم هایی در خلا است و بس، به قول اتمیست ها. حالا این اتم ها چگونه عمل می کنند؟ چه چیزی نحوه رفتار آنها را تعیین می کند؟ و پاسخ آنها این بود: اتم ها منحصراً در نتیجه فشار فیزیکی و برخورد اتم های دیگر و واکنش فیزیکی آنها عمل می کنند. آنها منحصراً طبق قوانین مکانیک یکدیگر را میکوبند و با هم برخورد می کنند. البته اتمیست‌ها در آن روزها قوانین مکانیک را نمی‌دانستند، اما منظورشان چیزی بود که ما اکنون آن را قوانین مکانیک می‌نامیم. گاهی اوقات از آن به عنوان متافیزیک توپ بیلیارد یاد می‌شود. اگر تصور کنید شخصی توپ را شلیک کرده است، آنها را شکسته است و اکنون فقط در حال حرکت به جلو و عقب هستند. یکدیگر را می‌کوبند و کاملا طبق قانون مکانیکی به جلو و عقب می‌روند. خب به گفته اتمیست‌ها همه چیز به این شکل عمل می‌کند. هر چیزی که اتفاق می‌افتد منحصراً طبق قوانین مکانیک اتفاق می‌افتد. یعنی اول از همه هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی‌افتد. آنها به کلی با این ایده که ممکن است اتفاقی بی‌دلیل رخ دهد مخالف بودند. همه چیز توسط پیکربندی‌های اتمی و فشارها و واکنش‌های مختلف توسط قانون مکانیکی تعیین می‌شود. یعنی ثانیاً می‌گفتند هیچ وقت چیزی برای هدفی پایانی یا مقصودی اتفاق نمی‌افتد. از آنجا که اتم‌ها یا توپ‌های بیلیارد اگر بخواید به این قیاس فکر کنید، برای وارد شدن به جیب کناری میز بیلیارد حرکت نمی‌کنند. اتم‌ها صرفاً در نتیجه نیروهایی که بر آنها وارد می‌شوند به اطراف حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر قوانین مکانیک. آنها نه هدفی دارند و نه مقصودی. اکنون ممکن است وسوسه شوید که فکر کنید توپ‌های بیلیارد به آن سمت و این سمت حرکت می‌کنند، اما مردی که آنها را می‌شکند با یک اصل رفتاری متفاوت انگیزه دارد. او هدفی دارد، خواه لذت بردن از خود یا نشان دادن مهارت خود، پول درآوردن یا گذراندن وقت یا هر چیز دیگری. اما اگر شما یک اتمیست هستید و حامی این فلسفه باشید، میگویید مردی که توپ‌های بیلیارد را میشکند دقیقاً بر اساس همان اصل عمل میکند که توپ‌های بیلیارد عمل میکنند. او هم یک سیستم لرزان از اتم هاست. اتم های خاصی به او در مکانهای مناسب ضربه میزند و باعث می شود که قسمت‌هایی از بدنش شروع به لرزیدن کند و باعث شود نشانه را بگیرد و آن علت و این علت و غیره و غیره. و در نقطه‌ای حرکت به توپ‌ها ابلاغ می شود که شروع به حرکت به جلو و عقب می کنند و سپس به میز برخورد می کنند و چیزهای دیگر تکان می خورند و غیره و غیره و بس. متافیزیکی مانند این مکانیستیک متریالیسم یا ماتریالیسم مکانیکی نامیده می شود. حالا هر کدام از این دو کلمه معنایی دارند. ماتریالیسم که اتمگرایان آن را به عنوان این دیدگاه که ماده واقعیت بنیادی است تعریف کردند و اینکه هر چیز غیر مادی صرفاً یک مشتق یا محصول فرعی است که باید کاملاً با شرایط فیزیکی توضیح داده شود.
مکانیزم این دیدگاه است که همه چیز طبق قوانین مکانیک اتفاق میافتد. به عبارت دیگر با دیدگاهی که به عنوان غایت شناسی یا پایان شناسی یا همون تلیولوژی شناخته می شود در تضاد است. غایت شناسی این ایده است که هدف یا مقصود در جایی در جهان عمل می کند. در حال حاضر غایت شناسان بین خودشان توافق ندارند که کجا. یک غایت شناس مذهبی خواهد گفت که جهان به عنوان یک کل هدف دارد و هر چیزی یک هدف دارد. اما یک غایت شناس طبیعتگرا خواهد گفت که نه، فقط بخش‌های خاصی از جهان هدف دارند. به عنوان مثال فقط موجودات زنده یا فقط موجودات آگاه یا فقط انسان‌ها توسط هدف اداره می‌شوند. اما در هر صورت مکانیزم هدف را در هر میزان و هر کجا رد می‌کند. میگوید چنین چیزی وجود ندارد. رفتار هدفمند یک افسانه و توهم است. این جوهر معنای متافیزیک ماتریالیسم مکانیکی هستش و اتمیست‌ها اولین ماتریالیست‌های مکانیکی در تاریخ هستند. اکنون از آنجایی که این به عنوان یک متافیزیک مطرح شده است، همه چیز را در بر می‌گیرد و بنابراین از جمله انسان را، همونطور که قبلا اشاره کردم. بنابراین این نتیجه می‌شود که انسان توسط تعین‌گرایی یا دیترمینیسم مطلق اداره می‌شود. تعین‌گرایی یا دیترمینیسم با ماتریالیسم دلالت دارد چون که ذهنی برای هیچ انتخابی وجود ندارد. با مکانیزم دلالت دارد زیرا همه چیز طبق قوانین مکانیک اتفاق می‌افتد. بنابراین اتمیست‌ها تعین‌گراهای دوبله هستند. اتمیست‌ها اولین تعین‌گراهای نظاممند، اصولی و خودآگاه ارتدوکس در تاریخ فلسفی هستند. حالا اگر از آنها بپرسید خب اما آیا به چیزی مانند ذهن یا روح اعتقاد ندارید؟ آنها میگن اوه بله، ما به روح اعتقاد داریم، اما روح از اتم‌های روح ساخته شده و وجود آن اتم‌های خاص است که باعث حیات و آگاهی می‌شود. باید اشاره کنم که اتمیست‌ها نیز به خدایان اعتقاد داشتند. ظاهراً به این دلیل که مردم خواب خدایان را می‌دیدند و در آن زمان بدوی و ابتدایی فکر می‌کردند که اگر چیزی در خواب برای شما ظاهر شود باید در واقعیت مشابهی داشته باشد. اما خدایانی که آنها اصرار داشتند از اتم نیز ساخته شده بودند که در نهایت مانند انسان‌ها از بین می‌روند. هیچ ویژگی الهی نداشتند. خدایان نسبت به انسان‌ها بی‌تفاوت بودند و در نقطه‌ای اتم‌های مختلف آنها به سادگی از هم جدا می‌شوند و در ترکیب‌های جدیدی از بین می‌روند و این پایان خدایان بود. بنابراین در اصل اتمیست‌ها بی خدا یا ایتیست یا همون آتئیست بودند. اگرچه خواهید دید که آنها به خدایان کاملا غیر مذهبی و ناچیز اعتقاد داشتند. اکنون من تاکید می‌کنم که اتم‌های روح طبق گفته اتمیست‌ها کاملا فیزیکی هستند. در این فلسفه شما می‌توانید یک مشت روح داشته باشید. گفتن اتم‌های روح خوب، گرد، صاف، صیقلی و متحرک هستند. اتم‌های روح در سراسر جهان پخش می‌شوند. وقتی خوشه‌ای از آنها وارد ترکیبی از اتم‌های درشت‌تر می‌شوند و شروع به لرزیدن می‌کنند، آنگاه زندگی به وجود می‌آید. یا اگر به درستی سازماندهی شده باشند، یک موجود آگاه به وجود می‌آید. آگاهی چیزی نیست جز لرزیدن اتم‌های روح. به طور دوره‌ای شما کمی کمبود آنها را دارید. تعدادی از آنها خارج می‌شوند که این میشد یعنی خوابیدن. گاهی اوقات یک خروج ناگهانی در طول روز رخ می‌دهد که این میشد غش کردن و در یک نقطه خاص همه آنها برای همیشه ترک می‌کنند که میشد مرگ. البته چیزی به نام جاودانگی در این فلسفه وجود ندارد. مرگ فروپاشی است. پس از آن اصلاً تو یا تویی باقی نمی‌ماند. اجزای مختلف اتمی شما طبق قوانین مکانیک سرگردان می‌شوند تا در ترکیبات جدید شرکت کنند و شما محو می‌شوید و این پایان است، زیرا شما به سادگی ترکیبی یا مخلوطی بیش نیستی. خب این دیگه بس واسه متافیزیک اتمیست‌ها، فکر کنم به اندازه کافی بررسیش کردیم و حالا میریم سراغ مبحث بعدی که معرفت شناسی اتمی هستش. خب من در اینجا فقط به یک نکته اشاره میکنم، یعنی نگرش آنها به حواس. شما به خاطر دارید که هراکلیتوس فکر میکرد که حواس باطل است و بین واقعیت و ظاهر تمایز قائل شد. به همین ترتیب پارمنیدس و فیثاغورس معتقد بودند حواس ما را فریب میدهند. خب اتمیست ها نیز همین دیدگاه را داشتند. آنها معتقدند که شما نمیتوانید به حواس اعتماد کنید. چرا؟ خب با قضاوت از روی حواس به نظر میرسد که چیزها رنگ دارند. مثلا برگ‌های درختان به وضوح سبز هستند
و با این حال در واقعیت می‌دانیم که اگر ماتریالیسم مکانیکی درست باشد هیچ رنگی وجود ندارد. سبز یک اثر ذهنی بر ماست. هیچ چیز واضح‌تر از این به نظر نمی‌رسد که احساس خنکی داشته باشیم و با این حال می‌دانیم که در واقعیت دمایی وجود ندارد. چون اینا همون کیفیت‌ها بودن اگه یادتون باشه. هیچی واضح‌تر از این به نظر نمی‌رسد که من الان صدایی رو میشنوم، یعنی صدای خودم، اما نه صداهایی وجود دارد، نه سلیقه و نه بافتی. تمام آنچه وجود دارد کمیت‌ها هستند: اندازه، شکل، حالت حرکت و تعداد. بنابراین حواس فریبنده هستند. اکنون دموکریتوس از اصطلاح کانونشن یا همون کنوانسیون یا قرارداد که از مکتب سوفیست ها کپی کرده است برای نشان دادن هر چیزی که محصول ساختار ذهنی انسان است استفاده می کند و منظورم از ساختار ذهنی انسان یعنی در مقابل با واقعیت های واقعیت. یونانیان غالباً آنچه را که از قرارداد سرچشمه می‌گیرد و آنچه از طبیعت یا واقعیت می‌آمد در مقابل هم قرار می‌دادند و با استفاده از این اصطلاح دموکریتوس در یک نقل قول معروف می‌گوید: نقل قول: طبق قرارداد شیرینی شیرین است، طبق قرارداد تلخ تلخ است، طبق قرارداد گرما گرم است، طبق قرارداد سرما سرد است، طبق قرارداد رنگ رنگ است. اما در واقعیت اتم‌ها در فضای خالی وجود دارند. یعنی فرآورده‌های حواس قرار است واقعی باشند و مرسوم است که آنها را چنین بدانند، اما در حقیقت آنها واقعی نیستند. فقط اتم‌های موجود در خلا واقعی هستند. نقل قول تموم. بنابراین اتمیست‌ها به همون دوگانگی بین واقعیت که میشد قابل شناخت از طریق عقل و ظاهر که میشد قابل شناخت با حواس موافق هستند. بنابراین آنها به سادگی همون کاری را انجام میدهند که ما در بسیاری موارد دیگر دیده ایم و از این نظر آنها از نظر فلسفی همون عقلگرا یا خردگرا هستند. اکنون کسانی از شما که هر فلسفه مدرنی را میشناسید میدانید که این تمایز اتمیست ها بین آنچه آنها کیفیت ها و کمیت ها مینامیدند اگرچه در جهان باستان و قرون وسطا هرگز ایده غالب نشد، اما در زمان رنسانس توسط تقریبا همه دانشمندان و فیلسوفان تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفت و رایج شد. گالیله، دکارت، اسپینوزا، لایبنیز و لاک آن را گرفتند و پذیرفتند. جان لاک نام مدرن جدیدی به این ایده داد. به جای اینکه آنها را کیفیت‌ها در مقابل کمیت‌ها بنامد، آنها را کیفیت‌های اولیه در مقابل ثانویه نامید. از نظر جان لاک اولیه کمیت‌ها هستند و ثانویه تأثیرات ذهنی بر ما هستند و بدین وسیله همه این فیلسوفان زمینه را برای باطل کردن حواس دوباره فراهم کردند. بنابراین ما دوباره با آن روبرو خواهیم شد. منبع آن اتمیست‌های یونانی هستند و زمانی که به فلسفه مدرن میرسیم بسیار تاثیرگذار است. من فعلا بحث در مورد آن را متوقف میکنم، چرا که این یه مسئله خیلی پیچیده هستش که بتونیم الان تو این اپیزود یا این قسمت مشکل رو حل بکنیم. چندین عامل مختلف دلیل هستن و من در زمان مناسب به اونا دوباره برمیگردم و بررسیشون میکنیم. چرا که فجایعی رو خواهید دید که در دنیای مدرن از این تمایز بین حواس و عقل ناشی میشه و یه سوال دوست دارم تو خاطر خودتون داشته باشید که اینکه تفاوت بین کیفیت‌های اولیه و ثانویه چه اشکالی داره. من میخوام قبل از رفتن آخرین نظر رو در مورد متافیزیک اتمیست ها بیان کنم. با ایده بدوی اتم ها گمراه نشوید، زیرا در اشکال پیچیده تر این نظریه امروز بسیار رایج است. در همه جا وجود دارد، به ویژه در میان روانشناسان که مستاصل هستند که آنها را افرادی علمی تلقی کنیم و که این امر را مستلزم ماتریالیست بودنشان میدانند. شاید مثال بارز بی اف اسکینر باشه، اما بسیاری از موارد دیگر نیز وجود دارند. البته امروز آنها در مورد اتم‌های روح صحبت نمی‌کنند، بلکه آنچه را که در رابطه با اتمیست‌ها با آن موافق هستند صحبت می‌کنند. این دیدگاه هستش که ما می‌تونیم همه رفتارهای انسانی را بدون اشاره به ذهن یا آگاهی توضیح دهیم، که ما به سادگی می‌توانیم آن را فقط عملکرد ماده در نظر بگیریم و البته آنها با یکدیگر اختلاف نظر دارند، خواه قسمت‌های مربوط به ماده ژن باشند یا بارهای الکتریکی یا اتصالات یا رفلکس‌ها یا فوق رفلکس‌ها و غیره. اما همه اینها از نظر فلسفی بی ربط است. آنها صرفاً اشکال ظریف‌تری از نظریه دموکریت هستند. از نظر فلسفی
با دموکریتوس یکسان هستند. از نظر علمی پیچیده ترن، ولی یادتون باشه از نظر فلسفی یکسان هستند. بچه‌ها مشکل ماتریالیسم مکانیکی چیست؟ اکنون به عنوان یک نظریه فیزیک، نه متافیزیک بلکه فیزیک، ماتریالیسم مکانیکی ایده درخشانی بود. در واقع علم مدرن زمانی آغاز شد که کسی ایده ترکیب دموکریتوس با فیثاغورس به ذهنش رسید، یعنی جستجوی قوانین مکانیکی که از نظر ریاضی قابل فرمول بندی باشند. اما آنها تا زمان رنسانس به آن نرسیدند. همونطور که وقتی به آنجا رسیدیم خواهیم دید. اما به عنوان یک متافیزیک کاملا بی‌اعتبار هستش، زیرا وجود ذهن را انکار می‌کند و به همین ترتیب همانطور که مخالفان آن از دوران باستان تا به امروز اشاره کردند، بلافاصله خود را رد می‌کند. اگر چیزی به نام ذهن که قادر به مشاهده شواهد و استدلال بر اساس قوانین منطق باشد وجود نداشته باشد، پس نتیجه گیری هر انسان چیزی جز واکنش‌های مکانیکی کور نیست. پس هر انسان فقط مثل یک ماشین میمونه. او یک عروسک خیمه شب‌بازی فیزیکی است که توسط قوانین حرکت هدایت می‌شود. نتیجه گیری او توسط عواملی مانند چگالی زبان، ویسکوسیته بزاق او، بارهای الکتریکی که از طریق سیستم عصبی او می‌گذرد و غیره دیکته می‌شود. او در عمل مانند یک سیستم توپ بیلیارد است که بر اساس ضرورت مکانیکی می‌لرزد و حرکت می‌کند. بنابراین هیچ کس در این فلسفه، منظورم ماتریالیسم مکانیکی، هرگز نمی‌تواند ادعا کند که با منطق، دلیل و شواهد هدایت می‌شود، زیرا ذهنی برای درک، تفکر و ارتباط با شواهد وجود ندارد. پس چگونه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام یک از تمام مواضع متضاد در همه موضوعات مختلف درست است؟ وضعیت به این گونه است: شما در مسیری که باید حرکت کنید حرکت می‌کنید و من هم در همونطور که باید حرکت کنم حرکت می‌کنم و همینو بس. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که جایگاه او دانش است. به سادگی این راهی است که او باید تکان بخورد. به عبارت دیگه ماتریالیسم مستلزم شک‌گرایی یا اسکپتیسیزم هستش. و از این حیث خود ابطالگر یا خود متناقض است. اگر ذهنی برای کسب دانش نداشتید، حتی نمیتوانستید بدانید که ماتریالیسم حقیقت داره. حالا خیلی ایرادات دیگه هم هست، ولی فقط یه چند تا سوال هست که مثلا میخوام بپرسم استدلال دیگری علیه ماتریالیسم مکانیکی چی میتونه باشه؟ خب اولین سوالی که باید پرسید این است که استدلال به نفع ماتریالیسم چیست؟ چه چیزی برای دفاع از ماتریالیسم وجود دارد؟ حال اگر نگاهی بدون پیش‌داوری به واقعیت داشته باشید و واقعاً با مشاهده پیش برید، مشاهده می‌کنید که یک جهان بیرونی و یک دنیای درونی وجود دارد. شما آگاهی مستقیم از ماده در بیرون و آگاهی در سر خود دارید. اکنون یه ماتریالیست خواهد گفت من نمیدونم وقتی در مورد آگاهی یا ذهن صحبت می‌کنید در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید. من نمیتونم طعم اون رو بچشم، نمیتونم اون رو احساس کنم، نمیتونم وزنش کنم، نمیتونم کالبد چکافیش کنم، ولی میتونم سرت رو باز کنم و انگشتام رو در مغزت فرو کنم. مغز تو یه چیز خیلی واضح فیزیکی هستش. من میتونم یه ساندویچ مغز بخورم، اما هیچ ذهنیتی پیدا نمیکنم. ببینید، و بنابراین این یک افسانه هست و بس. حالا این دید ماتریالیست رو میذاریم کنار، برمیگردیم به آنالیز خودمون. اکنون این استدلال در واقع فوق‌العاده است. آنچه شامل آن میشود تنظیم ویژگی‌های ماده به عنوان معیار واقعیت است و سپس گفتن چون ذهن آن ویژگی‌ها را ندارد واقعی نیست. خب اگر این روش استدلال معتبر می بود، شما میتونید دقیقاً همین کار رو به صورت معکوس انجام دهید. میتوانید فهرستی از همه چیزهایی که ماده ندارد تهیه کنید. اکنون برای مثال شما نمیتوانید الکترون‌ها یا ماده را روانکاوی کنید. شما نمیتوانید در مورد انگیزه آنها بحث کنید. نمیتونید در مورد احساسات، فرضیات اونها و غیره صحبت کنید. حالا گمان میکنم میخواستم بگویم از اونجایی که شما نمیتوانید هیچ یک از اینها را با ماده انجام دهید، بدیهی است که ماده وجود نداره، بلکه فقط ذهن وجود داره. پاسخ فوری ماتریالیستا این خواهد بود که چگونه میتونید ویژگی‌های آگاهی را در نظر بگیرید و خودسرانه بگویید که تمام واقعیت باید آن را برآورده کند، در حالی که آشکارا دو نوع چیز وجود دارد. حالا همین است در مورد ماده نیز صدق میکنه. سپس البته ماتریالیست دوباره برمیگرده و میگه بله، البته شما نمیتوانید آگاهی را تعریف کنید. تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که مترادف‌ها را بیان کنید. میتونید بگید آگاهی مثلا هوشیاری است یا ویژگی‌های آن را فهرست کنید،
ولی نمیشه گفت که خود ذهن یا آگاهی چیه. که پاسخی که ما میتونیم بهش بدیم اینه که دقیقاً به همون شکلی هستش که شما در مورد ماده در همون موقعیت هستید. شما میتونید مترادف‌هایی رو بیان کنید، میتونید بگید که مادی هست، فیزیکی هست، بست یافته است. همه تعاریف برخی اولیه‌های شناختی را پیش‌فرض می‌گیرند که مقوله‌های اساسی هستند که از نظر آنها همه چیزهای دیگر را تعریف می‌کنید، اما نمی‌توان آنها را بیشتر کاهش داد. در واقع بدیهیات تعریف هستند یا همون اکسیومز، و هر دلیلی وجود دارد که بگوییم آگاهی به عنوان یک پدیده صرفاً از نظر توصیفی با ماده متفاوت است و در نتیجه اگر می‌خواهید منظور من از آگاهی را بدانید، ظاهراً به همون شیوهی اشاره می‌کنید که به ماده یا مثلا رنگ سبز برای آن موضوع انجام می‌دهید. حال چگونه رنگ سبز رو برای کسی که اون رو نمی‌شناسه و ندیده توصیف می‌کنید؟ شما باید به چندین مورد اشاره کنید و بگویید که این سبزه. این همون چیزی است که تعریف ظاهری یا ostensive definition نامیده میشه، تعریف با اشاره، و همه اولیه‌ها یا همون primaries به این شکل تعریف میشوند. از primaries و اولیه‌ها منظورم اکسیوم هستش، بدیهیات. وجود را چگونه تعریف میکنید؟ همینطوری از اونجایی که همه چیز وجود داره، دور و بر ما هسته، شما نمیتونید وجود را از هیچ چیز دیگری تشخیص دهید. تنها راهی که شما وجود را تعریف میکنید این است که فقط دست و بال خود رو تکون دهید و بگید که اینو اونو اینه و برای همه چیز اعمال میشه. و همین اصل در مورد آگاهی یا هوشیاری نیز قابل اجراست. نه اینکه همه چیز را در بر میگیرد، بلکه با درون نگری مستقیم میتونیم اون رو درک کنیم.